سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران به کوشش سهراب نیکوصفت. ادیت و پخش آوای بوف. avayaboof.com محمدشاه قاجار 1834 تا 1848 میلادی مطابق با 1250 تا 1264 قمری. محمدشاه در کشوری وارث سلطنت شد که شیرازه آن به علل مختلفی از هم پاشیده بود. شکست‌های ایران در دو جنگ خانمانسوز با روسیه تزاری و پرداخت غرامات جنگی به روسیه، دخالت دو قدرت بزرگ آن دوران انگلیس و روس با همکاری بخشی از روحانیون در امور داخلی ایران و خیل عظیم شاهزادگان طماع قاجار کشور و دولت را فلج کرده بود. اولین صدر اعظم محمدشاه قائم مقام فراهانی از اصلاح طلبان قاجار بود و برای کوتاه کردن دست شاهزادگان، حکام و روحانیون برنامه‌هایی را در زمینه اصلاح قشون، سامان دادن بودجه دولت، کوتاه کردن دست روحانیون از دخالت در امور دولتی طراحی کرد. اصلاحات فراهانی بیش از همه روحانیون و دولت‌های خارجی را به دشمنی با او برانگیخت. به نوشته اغلب مورخان و بر اساس اسناد موجود، مخالفین اصلاحات با همکاری کمپل وزیر مختار انگلیس و گروهی از روحانیون و شاهزادگان قاجار محمدشاه را به قتل فراهانی ترغیب کردند. سر جان کمپل به تاریخ 22 ژوئن 1835 در گزارشی که برای وزارت خارجه انگلیس می‌فرستد از همکاری امام جمعه در قتل فراهانی خبر می‌دهد. امروز عصر شخصی از جانب امام جمعه به دیدنم آمد تا دستگیری قائم مقام را به من تبریک گوید و همچنین مراتب شادمانی و خرسندی امام جمعه و تمام طبقات مردم را ابراز دارد. این اشخاص همگی معتقدند که بر اثر کوشش‌های من بود که خوشبختانه توانستند از این آفت بدتر از طاعون رها یابند. پایان نقل قول. بعد از قتل قائم مقام، محمدشاه مرشد دینی و مراد خود حاج میرزا آقاسی را به صدارت برگزید. 1835 میلادی برابر با 1251 هجری. صدر اعظم جدید هم با روحانیون میانه خوبی نداشت و می‌کوشید تا قدرت آنها را تا حدودی محدود کند. او منوچهرخان معتمدالدوله را برای پایان دادن به خودسری‌های روحانی بزرگ اصفهان سید محمد باقر شفتی به آن شهر اعزام کرد. سید علی محمد باب در یکی از آشفته‌ترین دوران‌های تاریخ ایران به هنگامی که دو قدرت استعماری بر ایران مسلط بودند، روحانیت شیعه در اوج قدرت بود و مردم از ستم شاهزادگان قاجار، حکام و روحانیان به جان آمده بودند، دعوی خود را آشکار کرد. شیعه 12 امامی نزدیک به 1000 سال با آرزوی ظهور امام 12 زیسته بود. ظهور منجی موعود در قالب سیوش شانس در دین زرتشتی و در قالب ظهور امام غائب در مذهب شیعه
رؤیای مردمی بود که از ستم روحانیت و نهادهای سیاسی به جان آمده بودند. ظهور منجی اما بدین معنا بود که دوران انتظار به سر رسیده است و مردم بایستی که خود به پا خیزند و وضعیت خود را بهبودی بخشند. آموزه های باب جهان خفته ایران دوران محمدشاه را تکان داد. لایه های گوناگون مردم، به ویژه روستاییان، تجار و برخی روحانیون پیشرو و دولتمردان اصلاح طلب از آموزه های او استقبال کردند. باب به نیاز زمانه و ضرورت تحول پاسخ میداد. شریعت اسلامی و نهاد روحانیت آن دوران سد تحول و اصلاحات بودند و باب هر دو نهاد را نسخ کرد. همه اصلاح طلبان دوران قاجار و انقلاب مشروطه از نقش بازدارنده شریعت اسلامی، فقه سنتی و روحانیت شیعه در جامعه کمابیش آگاهی داشتند. هر گام کوچکی در تحول جامعه در هر زمینه‌ای با مقاومت روحانیت روبرو میشد. با این همه هیچ یک از متفکران دوران قاجار شهامت فکری آن را نداشتند که از شریعت اسلامی، فقه سنتی شیعه و روحانیت به صراحت انتقاد، آن را نفی، راهی متفاوت با شریعت اسلامی و فقه سنتی ارائه دهند. اغلب پیشروان فکری انقلاب مشروطه می‌کوشیدند تا مدرنیته و برنامه‌های اصلاحی خود را با اسلام تطبیق دهند، چرا که درک و برداشت آنان بر بستر شریعت اسلامی شکل گرفته بود. بدان روزگار اغلب مفاهیم مدرنیته و عقلگرایی در قالب فرهنگ اسلامی درک و تفسیر شده و به جامعه فرهنگ سنتی اسلامی تقلیل می‌یافت. حتی متفکرانی چون آخوندزاده طالبوف که از افکار لیبرالی و عقلگرایانه انقلاب فرانسه و اندیشه‌های سوسیالیستی متأثر بودند، راسیونالیسم و دیگر مکاتب و مفاهیم غربی را در قالب اسلامی درک می‌کردند و کار بدانجا رسیده بود که میرزا ملکم خان ارمنی از پیشروان انقلاب مشروطه نیز به رغم پیش زمینه مسیحی خود پیشنهادهای اصلاحی خود را در قالب اسلام و با استناد به قوانین اسلامی مطرح می‌کرد. ملکم در یک سخنرانی در لندن با عنوان مدنیت ایرانی گفت: اسلام تنها یک دین نیست، بلکه سیستم گسترده‌ای است که زندگی فرد را از تولد تا مرگ در بر دارد و همچنین شامل تمام شؤونات هیئت اجتماع می باشد. اسلام دریای بیکرانی است که آنچه شایسته دانستن است در آن یافت می شود و اقسام تسهیلاتی که لازمه ترقی مردم باشد نه فقط در خود قرآن بلکه در احادیث یافت می گردد. پایان نقل قول. همگنی تفکرات یکی از رهبران انقلاب مشروطه و از منادیان تجدد با نظریه ولایت فقیه خمینی نشانه روشنی از نفوذ شریعت اسلامی در میان روشنفکران دوران مشروطه است. خمینی می نویسد: خدای تبارک و تعالی به وسیله رسول اکرم صلوات الله قوانینی فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت می آید. برای همه امور قانون و آداب آورده است. برای انسان پیش از آنکه نطفه‌اش منعقد شود تا پس از آنکه به گور می رود قانون وضع کرده است. همانطور که برای وظایف عبادی قانون دارد،
برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقی و متکامل و جامع است. کتاب‌های قطوری که از دیر زمان در زمینه‌های مختلف حقوقی تدوین شده، از احکام قضا و معاملات و حدود و قصاص گرفته تا روابط بین ملت‌ها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بین الملل عمومی و خصوصی، شمه‌ای از احکام و نظامات اسلام است. هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی درباره آن نداده باشد. پایان نقل قول. سید باب بر آن بود که در چارچوب شریعت اسلامی و فقه سنتی و با حضور قدرتمندانه پاسداران شریعت، یعنی روحانیت شیعه، جامعه ایرانی همچنان عقب مانده بر جای خواهد ماند. جنبش بابیان. سید علی محمد شیرازی، معروف به باب، بنیانگذار آیین بابی، تاجرزاده‌ای شیرازی بود که در اول محرم 1235 هجری قمری مطابق با 10 اکتبر 1819 میلادی در شیراز چشم به جهان گشود و بعدها در تاریخ به سید علی محمد باب معروف شد. باب در عربی به معنای در است و این لقب از آن روی به سید علی محمد داده شد که ابتدا به عنوان باب امام زمان شناخته میشد. باب در خانواده‌ای تاجر به دنیا آمد. پدر او سید محمد رضا به زمانی که سید علی محمد کودکی 8 ساله بود، در سال 1243 هجری قمری برابر با 1827 میلادی درگذشت. علی محمد تحت سرپرستی داعی خود حاج میر سید علی که از تاجران شیراز بود بزرگ شد. باب به رسم و سنت خانواده‌های بازرگان آن روزگار در مکتبخانه‌های سنتی خواندن و نوشتن را نزد ملای معلمی به نام شیخ عابد فرا گرفت و پس از اتمام تحصیلات مکتبی در شیراز و بوشهر به تجارت پرداخت. سید علی محمد در سال 1258 قمری برابر با 1842 میلادی ازدواج کرد. نتیجه این ازدواج پسری بود به نام احمد که در کودکی درگذشت. سید علی محمد تا سن 18 سالگی به اتفاق داعی خود و سپس به مدت تقریباً 4 سال به تنهایی در بوشهر به تجارت مشغول بود و بعد تجارت را ترک کرد و به کربلا رفت که در آن روزگار یکی از مراکز مهم فقه شیعه بود. سید علی محمد در کربلا گهگاهی در درس‌های سید کاظم رشتی، رهبر فرقه شیخیه، حاضر می‌شد. سید علی محمد در سالهای 1259 تا 60 هجری قمری مطابق با 1843 تا 1844 میلادی در نجف و کربلا زندگی کرد. پس از آنکه سید کاظم رشتی رهبر شیخیه بدون تعیین جانشین در 1259 هجری قمری برابر با 1843 میلادی درگذشت، در میان پیروان او درباره جانشین او اختلاف افتاد، چون کریم خان کرمانی و میرزا محیط مدعی جانشینی او بودند، اما گروهی از جوانان شیخی که هیچ یک از مدعیان رهبری را شایسته جانشینی سید کاظم رشتی نمی‌دانستند، برای یافتن پیشوای جدید به شهرهای مختلف سفر کردند.
تنی چند از این گروه به رهبری ملا حسین بشرویه‌ای 1229 تا 1265 هجری قمری به ایران آمدند. ملا حسین در شهر شیراز به سابقه آشنایی به منزل سید علی محمد 25 ساله می رود و علی محمد در 5 جمادی الثانی 1260 قمری برابر با 23 ماه می 1844 میلادی ادعای خود را با او مطرح می کند. میرزا جانی از قول ملا حسین می نویسد: بعد از رحلت سید کاظم حالت انقلاب و اضطرابی در من بروز کرد و در مقام جستجو به شیراز رفتم. به عزم معالجه خفقان قلب خود بعد از ورود به شیراز به منزل ایشان رفتم و باطناً مایل بودم که چندی آنجا منزل کنم. پایان نقل قول. ملا حسین پس از 3 روز بحث و گفتگو ادعای باب را میپذیرد، اما به دستور وی این راز را حتی از همراهان خود مخفی نگه می‌دارد. در زمان کوتاهی حدود 4 ماه 18 نفر از شیخیان جوان ادعای سید علی محمد را پذیرفته و به پیشوایی او گردن می‌نهند. نخستین زن پیرو او طاهره معروف به قرةالعین بود که در 1233 قمری برابر با 1817 میلادی متولد و در سال 1268 قمری برابر با 1852 میلادی به قتل رسید. طاهره در نامه‌ای توسط ملا محمد علی شوهر خواهر خود که شیخی بود پیوستن خود را به باب اعلام کرد. باب به پیروان خود دستور داد تا برای تبلیغ به شهرهای مختلف سفر کنند و خود 6 ماه پس از طرح ادعای بابیت همراه با میرزا محمد علی بارفروشی در سال 12 نوامبر 1844 برابر با شعبان 1260 هجری قمری عازم مکه شد. قبل از سفر مکه ملا علی بسطامی را بلای ملاقات با محمد حسن نجفی ملقب به صاحب جواهر به نجف فرستاد. سرعت گسترش پیام باب در میان مردم روحانیت شیعه را به هراس انداخت. روحانیت شیعه که با خطری بزرگ روبرو شده بود به سرعت واکنش نشان داد و از دولت خواست تا باب و پیروان او را سرکوب کند. از نخستین تجلیات دعوت باب و سرکوب بابیان ماجرایی بود که در سال 1261 در شیراز رخ داد. باب پس از زیارت مکه از راه بوشهر قصد بازگشت به شیراز را داشت، اما به دستور حسین خان حاکم شیراز به تاریخ 15 ماه می 1845 رجب 1261 در بوشهر توقیف و تحت الحفظ به شیراز فرستاده شد. باب پیش از دستگیری در بوشهر به همان کاروانسرایی که پیش از آن در آن تجارت می‌کرد وارد شد. با همسفر خود ملا محمد علی بارفروش ملقب به قدوس خداحافظی کرد و او را به شیراز فرستاد. قدوس در شیراز به منزل داعی باب وارد شد و پیام باب را به او رساند. داعی ایمان آورد و بعداً در تهران همراه با یاران خود که به شهدای سبعه معروف شدند به قتل رسید. ملا محمد صادق خراسانی که در اصفهان به ارشاد توسط ملا حسین به آیین بهایی پیوسته بود، امام جمعه مسجد نو در شیراز بود. او
به دستور باب جمله اشهد ان علیا قبل محمد باب بقیت الله را به اذان اضافه می کند. داخل پرانتز شهادت می دهم که علی محمد باب امام غائب است. پرانتز بسته. شورش بزرگی در شیراز پدید می آید. روحانیون اضافه شدن جمله‌ای به اذان را بدعت در دین اسلام می دانستند و فقه سنتی اسلامی بدعتگزاران را به مجازات‌های سخت محکوم کرده است. تغییر اذان آن هم در یکی از مهمترین مساجد شیراز به معنای علنی کردن دعوت باب بود و خشم روحانیون را برانگیخت. روحانیت شیعه شکایت به حاکم شیراز حسین خان برد. به دستور حسین خان ملا صادق خراسانی، محمد علی بارفروشی قدوس و ملا علی اکبر اردستانی را دستگیر کرده و تازیانه میزنند. پره بینی آنان را سوراخ و از شیراز اخراج میکنند. این 3 نفر اولین کسانی هستند که در جنبش بابیه با اذیت و آزار مواجه شدند. فاضل مازندرانی درباره نحوه برخورد حاکم با بابیان می نویسد: پس از مبادله سؤال و جواب و ایرادی چند علما سخت برآشفتند و به غضب اندر شدند و والی نیز به هیجان آمد و فرمان داد تا دژخیمان سفاک بدن آنها را برهنه نموده با تازیانه و چوب چندان بزدند که سرتاپایشان مجروح و خونین شد. محاسنشان را بسوزاندند و آن هر 3 را پره بینی سوراخ کرده مهاری در او کشیدند و هر یک را بر درازگوشی برهنه وارونه سوار کردند و با انبوه مردم بیکار با تنبک و ساز در کوچه و بازار همی گرداندند و ندا می دادند که اینان رسولان و منادیان سید بابند. پایان نقل قول. ناسخ التواریخ می نویسد: آجودان باشی که حکومت فارس را داشت بدو خبر بردند که میرزا علی محمد باب در بوشهر رحل اقامت انداخته و فرستادگان او در این شهر به اغوای مردم پرداخته اند. نظام الدوله چند تن از عوانان را برگماشت تا فرستادگان او را دست بسته حاضر ساختند و حکم داد تا بی توانی عصبی که بدان مشت توانستند کرد از پای ایشان قطع نمودند. روز 2 شعبان این امر را به انجام برد. روز 16 شعبان چند تن سوار بفرستاد تا در بوشهر باب را مأخوذ داشتند و از آنجا کوچ داده شب 19 شهر رمضان 1261 به بلده شیراز درآوردند. پایان نقل قول. ظهور الحق درباره بازداشت باب در بوشهر و آوردن او به شیراز می نویسد: به محض ورود به شیراز سید باب را به محضر حاکم بردند. در آنجا جمع کثیری از علما و طلاب علوم دینی و مهمین شهر مجتمع گشتند. در محضر حاکم از وی سؤالات گوناگونی نمودند. در پاسخ سؤالات بزرگواری و عظمت سید باب و کوچکی روحانیون منجر به توهین و ناسزاگویی به وی گردید. پایان نقل قول. پس از ورود باب به شیراز حسین خان او را احضار می کند و به توبیخ و ملامت او می پردازد و به یکی از
فراشان دستور می‌دهد که به صورت او سیلی بزنند. روحانیون شیراز اصرار داشتند که سید باب در یکی از مساجد شیراز هنگام نماز جمعه حاضر شده و درباره ادعای خود صحبت کند. شیخ ابو تراب امام جمعه شیراز در اولین جمعه هفته ورود سید باب به شیراز از وی می‌خواهد که بر بالای منبر رفته و راجع به ادعای خود بیاناتی ایراد کند. سید باب بر بالای منبر رفته و بعد از خواندن خطبه‌ای چنین میگوید: لعنت خدا بر کسی که مرا وکیل امام غایب بداند. لعنت خدا بر کسی که مرا باب امام بداند. لعنت خدا بر کسی که مرا منکر نبوت حضرت رسول بداند. لعنت خدا بر کسی که مرا منکر امامت بداند. پایان نقل قول. بعد از ادای این سخنان که در حقیقت ربطی به ادعای او نداشته، از منبر پایین می آید. روحانیون شیراز قصد داشتند توماری در رد و تکفیر باب تهیه کنند، اما با بی‌اعتنایی امام جمعه موفق نشدند. از حاکم خواستند که سید باب را به داعیش بسپرد و از او ضمانت بگیرد که باب را در منزل خود نگه دارد و احدی با وی مراوده ننماید و با کسی دم از عقیدت و طریقت خود نزند. پایان نقل قول. سید باب 16 ماه در شیراز در حبس خانگی بود، اما پیام او به سرعت گسترش می‌یافت و برخی روحانیون صاحب نام چون یحیی دارابی و حجت زنجانی را نیز جذب کرد. روحانیون شیراز در جلسه‌ای با حضور حاکم شهر از باب خواستند که از ادعای نایب یا باب امام زمان بودن توبه کند و او را به مرگ تهدید کردند. سید علی محمد سرانجام گفت که او نایب امام زمان نیست. از او خواستند که این جمله را در مسجد وکیل شیراز خطاب به مردم بازگو کند و سید علی محمد چنین کرد، چرا که در آن زمان خود را نه باب و نایب امام زمان که خود او می‌دانست. ادعا می شود که باب در مسجد وکیل شیراز توبه کرده است، در حالی که در همان روز چند نفر به او می پیوندند، از جمله شیخ علی خواهرزاده امام جمعه و محمد کریم نامی بود که بعد از پیوستن به باب با اذیت و آزار مواجه و به ناچار به عراق مهاجرت می کند. و میرزا آقای رکابساز شیرازی که بعدتر در این راه جان خود را از دست می دهد. سید باب در خانه خود و بدون اجازه ملاقات با دیگران مدتی زندگی می کند و مؤمنین شبها و دور از انظار مردم به ملاقات او می رفتند. در تابستان 1262 هجری قمری برابر با سپتامبر 1846 میلادی در شیراز با شیوع وبا شهر آشوب زده شده و باب به اتفاق یکی از پیروان خود به نام سید کاظم زنجانی راهی اصفهان می شود. ملا حسین بشرویه‌ای از پیروان مهم باب پیش از آن منوچهر خان معتمدالدوله حاکم اصلاح طلب اصفهان را با تفکرات باب آشنا کرده بود. در این دوران برخی از دیوان سالاران و شاهزادگان قاجار که از شکست‌های پی در پی و
اوضاع نابسامان ایران درس‌ها آموخته بودند، در پی تحقق اصلاحاتی بوده و سودای آن را داشتند که ایران را با دستاوردهای جهان غرب آشنا کنند. اصلاح طلبان قاجار در هر گام با مخالفت سرسختانه روحانیون شیعه مواجه بودند که کوچکترین تحولی را بر نتافته و کمترین نوآوری را مخالفت با دین می‌دانستند و با بهره‌گیری از نفوذ خود در میان مردم توده را علیه اصلاح طلبان حکومتی بسیج می‌کردند. گروهی از اصلاح طلبان دوران قاجار در دیوان و دربار که روحانیت را سنگ راه برنامه‌های اصلاح طلبانه خود می‌دانستند، از هر گرایشی که روحانیت را تضعیف می‌کرد استقبال می‌کردند. حاکم وقت اصفهان منوچهرخان معتمدالدوله که از دربیاریان اصلاح طلب بود، با همین برداشت باب را در حمایت خود گرفت. منوچهرخان منزل امام جمعه را برای پذیرایی سید باب در نظر می‌گیرد و از امام جمعه اصفهان میر سید محمد می‌خواهد که میزبان سید باب باشد. منوچهرخان به دوران سلطنت فتح علی شاه از سرداران قابل اعتماد و خزانه‌دار او بود. در مذاکرات و مراسم عقد قرارداد ترکمنچای به فرمان شاه حضور داشت و حامل وجه غرامات جنگ به روسیه بود. ناسخ التواریخ می نویسد این نوبت در قریه ترکمانچای از توابع تبریز بسقاویچ یا پاسکیویچ به اتفاق آصف الدوله حاضر شد و نایب السلطنه نیز بدانجا شتافت و منوچهرخان ایچق آقاسی با معادل 8 کرور زر مسکوک نیز راه ترکمانچای گرفت. پایان نقل قول. پاسکیوویچ ژنرال روسی در یادداشت‌های روزانه خود نوشته است: میپندارم که میخواهند پیشنهادهای تازه به من بکنند. گذشته از عباس میرزا و میرزا ابوالحسن خان رئیس خواجه سرایان، منوچهرخان که در ضمن خزانه‌دار شاه است و نفوذ بسیار بر او دارد، در گفتگوهای ما شرکت خواهد کرد. او را فرستادند مراقب عباس میرزا باشد. پایان نقل قول. منوچهرخان همان کسی است که به دوران محمدشاه به خودسریهای مجتهد اصفهان شفتی خاتمه داد. او به دلیل رابطه نزدیک با شاه به ماجراهای 2 جنگ با روسیه واقف بود و می‌دانست که شاه جنگ دوم را برخلاف میل خود و مصالح ایران و به دلیل فشار روحانیت و فتوای سید محمد اصفهانی معروف به مجاهد شروع کرد. او نتیجه جنگ و شکست ایران را به چشم دیده بود و از دخالت روحانیت در امور سیاسی کشور ناراضی بود. منوچهرخان در مجلس مناظره و مباحثه باب با روحانیون اصفهان حضور داشت و دریافت که روحانیون به اصلاح امور و آشنا شدن با عقاید باب علاقه ای ندارند. باب در این مناظره پیام نوینی را مطرح می کرد، اما آنها از او درباره خرافاتی چون چگونگی طی عرض ائمه می پرسیدند. به گزارش ناسخ التواریخ از مجلس مناظره باب در اصفهان، یکی از روحانیون به نام میرزا محمد حسن از او می پرسد: همانا از معجزات انبیا و ائمه خدا
یکی طی عرض است. بگوی تا بدانیم که زمین چگونه در نوشته شود. مثلا حضرت جواد علیه السلام که قدم از مدینه برداشت و در طوس گذاشت، مسافتی که از مدینه تا طوس بود به کجا شد؟ آیا زمین میان این دو شهر فرود شد و مدینه به طوس برچفسید؟ و چون امام علیه السلام به طوس شد، دیگر باره زمین برآمد و این نتواند بود، چه بسیار شهرها از مدینه تا طوس باشد. پس همه باید خسف شود و جانداران همه تباه شوند. و اگر گویی زمینها با هم متراکم شدند و تداخل کردند، این نیز نتواند بود، چه بسیار شهرها باید محو شود و بدان سوی مدینه یا طوس رود. و حال اینکه هیچ قطعه از زمین دیگرگون نشده و از جای خود جنبش نکرده. و اگر گویی امام طیران نمود و از مدینه تا طوس با جسم بشری برجستن کرد، این نیز با براهین محکم راست نیاید. و همچنان بگوی که چگونه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یک شب و یک حین در 40 خانه میهمان شد. اگر گویی علی علیه السلام نبود و صورتی نمود، نپذیریم، زیرا که خدا و رسول دروغ نگوید و علی علیه السلام شعبده نکند. و اگر به راستی او بود چگونه بود؟ و همچنان در خبر است که آسمانها در زمان سلطان جابر به سرعت سایر باشد و در روزگار ائمه هدی بطیء سیر دارد. نخست آنکه از برای آسمان 2 گونه سیر چگونه تواند بود، و دیگر آنکه سلاطین بنی امیه و بنی عباس با ائمه ما علیه السلام معاصر بودند. پس باید آسمان را بطیء سیر و سرعت سیر در یک زمان باشد. این سر را نیز مکشوف دار. پایان نقل قول. روحانیون اصفهان پس از مجلس مناظره به سلاح همیشگی خود متوسل شده و فتوای قتل باب را صادر کردند. اما منوچهر خان که پیام وی را شناخته بود، برخلاف میل روحانیون او را در سرای خود مخفیانه نگهداری کرد. هما ناطق می نویسد: اکنون روحانیت به خیال انتقام از ماجرای سید شفتی و سرکوب لوطیان افتادند. باب را واجب القتل شمردند. فتوای اعدام را آقا محمد مهدی پسر حاج محمد ابراهیم کلباسی همدست و همگام سید شفتی داد. بدین عذر که از مباحثه و مذاکره معلوم بود که افکار باب با شریعت مبین در مغایرت است و این مغایرت اظهر من الشمس و قتل او واجب. پایان نقل قول. با فوت ناگهانی منوچهر خان، روحانیون اصفهان مجدداً به فکر اعدام سید باب می افتند. سید باب به دولت پناه می آورد و نامه‌ای به محمد شاه می نویسد و از او می خواهد که وی را به حضور بپذیرد و با او مذاکره کند تا با ادعای او و افکارش آشنا شود. ابتدا قرار بر این بوده که باب به تهران برده شود، اما به دلیلی که دقیقاً مشخص نیست محمد شاه تغییر عقیده می دهد و باب را نمی پذیرد. شاید حاج میرزا آقاسی از ترس از دست رفتن مقام صدر اعظمی خود محمد شاه را
از دیدار با سید باب منع و او را وادار کرد که سید باب را به ماکو بفرستد. حاج میرزا آقاسی در نامه‌ای در جواب روحانیون اصفهان که خواهان قتل باب بودند به تاریخ 11 محرم 1263 هجری قمری برابر با 1847 می نویسد: من فکری که برای سیاست او کرده ام این است که او را به ماکو بفرستم. پایان نقل قول. هما ناطق می نویسد نامه‌ای که حاجی میرزا آقاسی از سوی محمد شاه نوشت و برای باب فرستاد بدین مضمون بود: چون موکب همایونی در جناح حرکت از تهران است و ملاقات به طور شایسته ممکن نخواهد بود، شما به ماکو رفته چندی در آنجا توقف و استراحت کنید و به دعاگویی دولت قاهره مشغول شوید. مقرر داشتیم که در هر حال توقیر و احترام نمایند، چون از سفر برگردیم شما را به حضور خواهیم خواست. پایان نقل قول. بدین ترتیب حاج میرزا آقاسی سید باب را از دست روحانیون اصفهان که خواهان قتل او بودند رها کرده و در ماه جولای 1847 برابر با رمضان 1263 هجری او را در قلعه ماکو زندانی می‌کند. دوران زندان سید باب در ماکو 9 ماه به طول می‌انجامد. بابیانی که از محل اقامت او آگاه شده بودند گروه از گوشه و کنار ایران برای ملاقات وی رهسپار ماکو می‌شدند. حضور روزافزون بابی‌ها در ماکو و استقبال مردم ایران از تفکرات باب نگرانی روس‌ها و انگلیسی‌ها را افزایش داد. امپراتوری روس از نفوذ افکار باب در قفقاز وحشت داشت و به همین دلیل دالگوروکی وزیر مختار روس در ایران از دولت خواست که باب را به نقطه دورتری تبعید کند. آدمیت می نویسد باب را به ماکو بردند که در حبس موبد بماند، اما وزیر مختار روس از بیم آنکه مبادا در ناحیه مرزی قفقاز هنگامه‌ای برپا شود تقاضا نمود او را از ماکو دور سازند. پس به قلعه چهریق نزدیک ارومیه آوردند و تا آخرین روزهای زندگی در آنجا بماند. پایان نقل قول. دالگوروکی به نسلرد وزیر امور خارجه روس می نویسد باب همان کسی است که سال گذشته بنابر خواهش من او را از سرحد ماکو دور کردند. پایان نقل قول. در نامه بعدی می گوید این شخص کهنه پرست که به ایجاد آشوب در ایالات مختلف ایران می کوشد بنابر تقاضای من از سرحد رانده شده و اکنون در یکی از دهات اطراف ارومیه زندانی است. پایان نقل قول. در این فاصله سید باب را 2 بار از چهریق به تبریز می آورند. یک بار 1264 هجری قمری برابر با 1848 میلادی برای محاکمه و بار دوم در 28 شعبان 1266 هجری قمری برابر با جولای 1850 میلادی برای تیرباران. روحانیون شیعه بعدها شایع کردند که باب را روس‌ها هدایت می‌کنند و او با دالگوروکی رابطه محرمانه داشته است. در ایران حتی کتابی جعلی به نام خاطرات دالگوروکی به چاپ رساندند
تا باب را عامل روزها وانمود کند. اما اسناد تاریخی به ویژه گزارش‌های دالگروکی به وزارت خارجه روسیه نشان دهنده موضع خصمانه او نسبت به سید علی محمد باب است. دولت انگلیس نیز با جنبش باب خصومت می‌کرد. هما ناطق در این باره می‌نویسد: انگلیس‌ها پاپیچ شدند زیرا هوای ملایان را داشتند و بابیه را نزدیک به حکومت و روحانیت را نزدیک به خود می‌دیدند. پایان نقل قول. باب 27 ماه در چهریق زندانی بود و او را در روز 28 شعبان 1266 هجری قمری مطابق با 9 ژوئیه 1850 میلادی به دستور میرزا تقی‌خان امیرکبیر به همراه یکی از پیروانش به نام محمد علی زنوزی در تبریز تیرباران کردند. باب آثاری چون قیوم الاسماء، تفسیر سوره های کوثر و والعصر، رساله نبوت خاصه، بیان فارسی، بیان عربی، دلائل سبعه و غیره را تألیف کرد. محاکمه باب. سرعت و دامنه گسترش بابیت در میان لایه‌های گوناگون مردم از روستاییان گرفته تا برخی دیوان سالاران و درباریان چندان بود که روحانیت شیعه نمی‌توانست به سادگی باب و پیروان او را به قتل برساند و برای مبارزه با نفوذ باب به اقدامات دیگری نیز نیازمند. روحانیت شیعه می‌کوشید تا با برگزاری جلسه‌های بحث و مناظره و محاکمه باب را بی‌اعتبار کند. از جمله به دستور محمدشاه ناصرالدین میرزا ولیعهد در اوایل سال 1264 هجری قمری مطابق با 1848 میلادی مأمور می شود که جلسه‌ای با شرکت سید علی محمد باب و روحانیون تبریز تشکیل دهد تا آنان به دعوی باب رسیدگی و او را بی‌اعتبار کنند. مورخان رسمی چون مؤلفان ناسخ التواریخ و روضة الصفا در گزارش این جلسه چندان ناراست نوشته‌اند که حتی میرزا محمد تقی مامقانی فرزند ملا محمد مامقانی رئیس جلسه محاکمه در گزارش خود بر نادرست بودن گزارش آنان انگشت نهاده است. نسخه خطی کتاب ناموس ناصری به قلم میرزا محمد تقی مامقانی در کتابخانه آیت الله نجفی مرعشی موجود است. میرزا محمد تقی مامقانی که پدرش رئیس جلسه محاکمه باب بود و خود نیز در جلسه شرکت داشت، گزارش خود را برای ناصرالدین شاه نوشته است که خود به عنوان ولیعهد در جلسه حاضر بود. مامقانی کتاب خود را برای هدیه به ناصرالدین شاه و به نام او نگاشته و در سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا در تبریز به او تقدیم کرده است. کتاب مامقانی را میتوان معتبرترین گزارش و منبع جلسه محاکمه باب به شمار آورد. او با بابیان و بهائیان مخالف بود و گزارش خود را برای یک شاهد عینی دیگر، ناصرالدین شاه که در زمان محاکمه باب ولیعهد و در جلسه حاضر بود نوشته است و در چنین گزارشی احتمال دروغ کمتر است. مامقانی در پیش گفتار کتاب خود می نویسد که تا به امروز
زمان نگارش کتاب شرح مناظره سید باب با روحانیون تبریز در 2 کتاب ناسخ التواریخ و روضة الصفای ناصری آمده است. مامقانی معتقد است که هر 2 مورخ که در جلسه نبوده و گزارش خود را بر مبنای گزارش شفاهی دیگران نوشته اند به خطا رفته اند. مامقانی می نویسد از آنجا که مورخین در آن مجلس مبارک حضور نداشتند، محاورات آن مجمع را به اصطناع سماعات افواهیه به کلی تغییر داده، مقاولاتی که اصلا اتفاق نیفتاده مذکور داشته و بیان واقع را بالمره قلم نسخ بر سر گذاشته اند. پایان نقل قول. بر اساس گزارش مامقانی در سال 1264 هجری شمسی مطابق با 1848 میلادی حاجی میرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه به دستور شاه ناصرالدین میرزا ولیعهد را مأمور می کند تا جلسه گفتگویی بین روحانیون تبریز و سید باب برگزار کند. باب را از زندان قلعه چهریق به تبریز می آورند و از روحانیون تبریز می خواهند که در جلسه‌ای با سید باب به گفتگو بپردازند. در بین راه چهریق به تبریز در ارومیه واقعه‌ای رخ می دهد که روحانیون تبریز را به چاره اندیشی وامی دارد. باب در شهرها و روستاهای مسیر خود با استقبال گسترده مردم روبرو می شود و این استقبال روحانیت شیعه را نگران می کند. در کتاب ناموس ناصری تألیف میرزا محمد تقی مامقانی آمده است از آنجا که اغلب مردم همج رعاع و اتباع کل نائق هستند و حرکات و سکناتشان از روی بصیرت و شعور و تحقیق نیست، در هنگام ورود او به ارومیه عامه اهالی آنجا از صغیر و کبیر و اناس و ذکور به استقبال او شتافتند. او را با طمطراق و اجلال وارد شهر کردند. اتفاقاً فردای آن روز مشار الیه به جهت شستشو به یکی از حمامهای آنجا رفته، بعد از بیرون آمدن او اغنام کل انعام هجوم و ازدحام آورده تمامی آب خزانه حمام را فنجانی به قیمت 1 تومان از حمامی خریداری نمودند. چون این حکایت در تبریز منتشر شد، عوام اهل تبریز نیز به توهم افتاد، گمانها در حق او بردند و منتظر ورود او و انعقاد مجلس علما بودند که اگر در آن مجلس آثار غلبه از جانب او ظاهر شود یا امر مجلس به اشتباه بگذرد، عارف و عامی و غریب و بومی حتی عساکره نظامیه بی تأمل دست بیعت به او داده اطاعت او را به هرچه حکم رود واجب شمارند. بالجمله حالت انقلاب و تزلزل غریبی در شهر حادث شد که جای حیرت عقول و الباب بود. بعد از چند روز مشار الیه را بیخبر وارد شهر کردند. در خانه مرحوم کاظم خان فراش باشی محترماً منزل دادند. پایان نقل قول. حسب الامر ابلاغی به عامه معتبرین علمای بلد نوشته و ایشان تکلیف به حضور مجلس محاوره با مشار الیه نمودند. هیچ یک از علمای شهر اقدام به این امر نکرده، متشبث به بعضی اعذار شدند و این فقره بیشتر
مایه توهمات واهیه عوام الناس شد. بجز والد ماجد جاجی ملا محمود نظام العلماء که سمت معلمی ولیعهد را داشت و مرحوم حاج ملا مرتضی ملقب به علم الهدی را نیز که از معرف علما و از تلامیذ مجاز شیخ اجل احصایی قدس سره به همراهی خود به آن مجلس که در حضور مبارک اسعد ولیعهد منعقد بود برد. بالجمله حاضرین مجلس از علما منحصر به همین 3 بزرگوار شد. پایان نقل قول. استقبال مردم از سید باب در ارومیه روحانیون تبریز را به وحشت می اندازد که اگر این واقعه در تبریز تکرار شود دیگر نه از تاک نشانی ماند و نه از تاک نشان. از این رو ملایان دست به ابتکار جالبی میزنند. در ناموس ناصری آمده است چون محاورین این مجلس اشخاص عالم حکیم بوده اند دیدند که اگر طرح گفتگو با مشار الیه با بعضی مسائل غامضه حکمیه و مشاکل علوم مکتومه که مشرع هر خائضی نیست بیندازند و مجیب به طریق مغالطه و کافر ماجرایی پیش آید، نه اکثری از مجلس و نه سامعین که غایبند تشخیص قول محق از مبطل را نداده، کار به کلی در پرده اشتباه و خطا مستور مانده. انعقاد آن مجلس نسبت به سایرین بالمره خالی از فایده خواهد بود و بر علم خود محاورین نیز چیزی نخواهد افزود، چه ایشان خود پیش از وقت مراتب جهالت و نادانی او را سنجیده داشتند. پس از ابتدا باب فحص و سؤال از این گونه مسائل را که شبه پرداز است مسدود داشته، مسائلی را پیش آوردند که خواص و عوام در فهم صحیح و سقیم و منتج و عقیم آن مساوی‌اند. پایان نقل قول. روحانیون که نگران نفوذ باب بودند می‌دانستند که جذابیت آموزه‌های باب برای مردم از دلایل نفوذ او در میان آنها است. پس به جای طرح پرسش‌هایی که به باب امکان طرح نظرات خود را میداد کوشیدند تا با پرسش‌های انحرافی مانع از آن شوند که باب نظرات خود را مطرح کند. پرسش‌های روحانیون شیوه آنان را به خوبی نشان می‌دهد. سؤال نظام العلماء از باب: پادشاه ما درد پای نقرس دارد. شما دعا کنید این درد پا رفع شود تا ما همه به تو ایمان بیاریم. سؤال ملا محمد ممقانی: کسور حساب چند تا است؟ در ادامه: از تو میپرسم بگو طلاق در شرع ما چند قسم است؟ طلاق بدعت کلام کدام است؟ طلاق سنت کدام؟ باز نظام العلماء: قلم چه صیغه است؟ پایان نقل قول. 3 روحانی حاضر در جلسه شیخی بودند، چرا که روحانیون شیعه حاضر به شرکت در این جلسه نشدند. روحانیون حاضر در جلسه نیز با طرح پرسش‌های بی ارتباط با ادعای باب جلسه را به مسخرگی برگزار کردند. روحانیون شیعه بعدتر ادعا کردند که باب در این جلسه
از ادعای خود توبه کرده است. اما مامقانی می نویسد مشار‌الیه را در پیش روی والد مرحوم نشانده، آن مرحوم آنچه نصایح حکیمانه و مواعظ مشفقانه بود با کمال شفقت و دلسوزی به مشار‌الیه القا فرمودند. در سنگ خارا قطره باران اثر نکرد. پایان نقد قول. در سال 1266 به دستور ناصرالدین شاه سید باب را برای بار دوم به تبریز می آورند. ملا محمد مامقانی می نویسد حال در آن دعاوی که در مجلس همایونی در حضور ما کردی از دعوی صاحب الامری و افتتاح وحی تأسیسی و آیتان به مثل قرآن و غیره در سر آنها باقی هستی؟ گفت آری. فرمودند از این عقاید برگرد، خوب نیست خود و مردم را عبث به مهلک نینداز. گفت حاشا و کلا. پس مرحوم والد قدری نصایح به آقا علی محمد کردند، اصلا مفید نیفتاد. ملا محمد مامقانی به سید باب میگوید چون من توبه مرتد فطری را قبول می‌دارم، اگر از این عقاید اظهار توبه نمایی من تو را از این مهلکه خلاصی می‌دهم. گفت حاشا، حرف همان است که گفتم و جای توبه نیست. پس مشار‌الیه را با اتباعش در 28 شعبان 1266 از مجلس برداشتند و به میدان سربازخانه حکومت بردند و تیرباران کردند. پایان نقد قول. واکنش روحانیت شیعه در برابر آموزه‌های انقلابی باب که به سرعت در میان مردم رواج می‌یافت تند، خشن و بیرحمانه بود. روحانیون متعصب از همان ماه‌های اول باب و پیروان او را مرتد، مهدورالدم و واجب القتل اعلام کردند. بر هر مسلمانی واجب شد که آنان را بکشد. بابیان بر اساس فتواهای روحانیت شیعه شکنجه و به قتل می رسیدند. اموال آنان مصادره می شد و خداوند قاتلان را پاداش نیکو می داد. سید باب از ابتدای اظهار ادعای خود در سال 1260 هجری مطابق با 1844 میلادی تا زمان مرگ که در سال 1266 هجری مطابق با 1850 میلادی جز چند ماه قبل از سفر به مکه در حبس خانگی و یا زندان دولتی محبوس بود، باب هرگز نتوانست در میان مردم دعوت خود را تبلیغ کند. همه مدعیان پیامبری فرصت آن را داشتند که مدتی دین خود را آزادانه در میان مردم تبلیغ کنند، اما باب از این فرصت محروم ماند. اما به رغم این محرومیت افکار او با شتاب و به سرعت حیرت انگیزی در میان مردم اشاعه یافت. دولت، دربار و نهادهای سیاسی قاجار در آن روزگار به دلایلی چون عواقب مصیبت بار جنگی که به تحریک روحانیون با شکست فاجعه باری روبرو شده بود، دخالت روزافزون روحانیون در امور کشوری و لشکری و سیاست خارجی، رقابت دربار و دیوان سالاری قاجار با روحانیون، جنگ قدرت بین دولت و دین و نهادهای دینی و عرفی، فساد و سوء استفاده روحانیون با نفوذ از گسترش نفوذ روحانیت
دل خوشی نداشته و بر آن بودند تا با بهره‌گیری از جنبش‌های ضد روحانی، روحانیت شیعه را تضعیف کنند. قدرت روحانیت از نفوذ آنان در میان مردم ریشه می‌گرفت و جنبش باب می‌توانست این نفوذ را کاهش دهد. دربار، حکام و دیوان سالاری قاجار در آغاز در صدد سرکوب خشن جنبش بابیه نبود و فتوای قتل باب را اجرا نکرد. اما گسترش مذهب نو، فشار روحانیت، هراس قدرتمندان و درباری‌های مستبد و مرتجع از افکار سنت شکنانه و نو، اشتباه امیرکبیر صدر اعظم اصلاح طلبی که با اعدام باب در صدد بود تا مسلمانی خود را در برابر شایعاتی که روحانیت علیه او ساخته بود ثابت کند، به اعدام باب منجر شد. نخستین قربانیان بابی در طلیعه جنبش: ملا علی بسطامی از پیروان اولیه سید باب در سال 1260 هجری قمری مطابق با 1844 میلادی مأمور می شود تا پیام او را به روحانیون مقیم نجف و کربلا که در آن روزگار مستعمره امپراتوری عثمانی بود ابلاغ کند. ملا علی در نجف به جلسه درس شیخ محمد حسین نجفی اصفهانی مشهور به صاحب جواهر که بزرگترین مرجع تقلید شیعه در دوران خود بود می رود و ادعای سید باب را به گوش او می رساند. 30 روحانی شیعه و سنی به قتل او فتوا می دهند. استدلال روحانیون این بود که باب در نخستین کتاب خود به نام قیوم الاسماء ادعای وحی دارد و این بدعت است و مجازات بدعت مرگ است. ملا علی به دوران اقامت خود در کربلا و نجف موفق می شود تا تنی چند از روحانیون چون سید جواد کربلایی، شیخ محمد شبل، ملا مصطفی را جلب کند. روحانیون شیعه و دولت‌های عثمانی و انگلیس از اشاعه نظریات باب بین مردم می‌ترسیدند. شیخ محمد حسن صاحب جواهر دستور دستگیری ملا علی را می‌دهد. کنسول انگلیس در بغداد هنری راولینسون در گزارش خود برای سفیر انگلیس در استانبول می‌نویسد که روحانی رده پایینی از ایران مردم را به ظهور جدیدی بشارت می‌دهد و امکان دارد که در رابطه ایران و عثمانی که در ارض روم مشغول مذاکرات صلح هستند خللی وارد آید. در دادگاهی که برای محاکمه ملا علی تشکیل می‌دهند علاوه بر 10 روحانی شیعه و 20 روحانی سنی، نجیب پاشا نماینده دولت عثمانی و ملا عبدالعزیز کنسول ایران نیز حضور می‌یابد. دادگاه ملا علی را به عنوان مرتد محکوم به اعدام می‌کند. حاج میرزا آقاسی صدر اعظم و محب علی خان حاکم کرمانشاه تقاضای استرداد ملا علی را می‌کنند، اما به دستور باب عالی عثمانی بسطامی را به استانبول می‌فرستند و چون می‌ترسیدند که اعدام یک ایرانی اختلافات بین دو کشور را تشدید کند، او را در استانبول
به زندان با اعمال شاقه محکوم می‌کنند و پس از مدتی در زندان به قتل می‌رسد. با آنکه قتل او مسلم است، چگونگی آن روشن نیست. وی اولین کسی است که جان خود را در راه ایمان به سید باب فدا کرد. دومین بابی که به جرم اعتقادات خود به قتل شیخ محمد توپچی است که در زندان به دست حکمران زنجان به قتل رسید. طاهره و قتل بابیان در قزوین. اولین زنی که به نهضت باب می پیوندد طاهره قرةالعین است. طاهره قرةالعین به دورانی از حق آزادی و مشارکت زنان در زندگی اجتماعی سخن گفت که زنان ایرانی جز زیستن در حرمسراها امکان دیگری نداشتند و کلمه آزادی به نظر روحانی بزرگ دوران ناصرالدین شاه ملا علی کنی کلمه قبیحه بود. کنی در نامه‌ای به شاه می نویسد فقره خیانت دیگر این شخص بزرگ داخل پرانتز منظور مشیرالدوله است پرانتز بسته کلمه قبیحه آزادی است که به ظاهر خیلی خوشنما است و خوب و در باطن سراپا نقص است و عیب. این مسئله برخلاف جمیع احکام رسول و اوصیا و جمیع سلاطین عظام و حکام والا مقام است. پایان نقل قول. شاهزاده تاج السلطنه دختر تحصیل کرده ناصرالدین شاه وضعیت زنان روزگار خود را چنین توصیف می کند. زندگانی زنهای ایران از دو چیز ترکیب شده، یکی سیاه و دیگری سفید. در موقع بیرون آمدن و گردش کردن هیاکل موهش سیاه عزا و در موقع مرگ کفنهای سفید. و من که یکی از همین زنهای بدبخت هستم آن کفن سفید را ترجیح به آن هیکل موهش عزا داده و همیشه پوشش آن ملبوس را انکار دارم، زیرا که در مقابل این زندگانی تاریک روز سفید ماست و همیشه در گوشه بیت الاحزان خود را به همان روز تسلی داده، مانند یک معشوقه عزیزی با یک سعادت خیلی گرانبهایی او را تمنا و آرزو می نمایی. محمد جعفر خورموجی از مورخینی که با دید دشمنی به بابیان نگاه می کند درباره قرةالعین می نویسد این زن زرین تاج نام سریه اشرف الحاج ملا صالح که یکی از علماء اعلام است می بود. در خانه ملا محمد تقی مجتهد معروف اوقات خویش مصروف می داشت. با وجود حسن و جمال و غنج و دلال در علوم معقول و منقول به حد کمال بود. پایان نقل قول. فرهنگ معین درباره طاهره می نویسد زرین تاج دختر محمد صالح قزوینی از زنان فاضل وی نخست پیرو شیخیه بود و از طرف آنان قرةالعین لقب گرفت و پس از ظهور باب بدو گروید. پایان نقل قول. مهدی بامداد نیز در شرح رجال ایران می نویسد زنی بسیار فاضله بود و در علوم ادبیه، فقه، اصول، کلام
تفسیر آیات قرآن و تبیین آثار و معارف ائمه اسلام با رتبه علیا ارتقا جست و در فصاحت و بلاغت و سحر بیان و کتابت در نظم و نثر فارسی و عربی شهرت یافت. پایان نقل قول. طاهره در خانواده‌ای روحانی در سال 1233 هجری قمری در قزوین متولد شد و از همان نوجوانی به کتاب دسترسی داشت. ملا محمد تقی برقانی از روحانیون سرشناس دوران خود عمو و پدر شوهر قرةالعین همان روحانی بود که شیخ احمد احصایی را تکفیر کرد. در کتابخانه ملا محمد علی عموی جوانتر قرةالعین آثار بسیاری بود و قرةالعین با مطالعه آثار شیخ احمد احصایی به شیخیه گروید. قرةالعین برای ملاقات سید کاظم رشتی جانشین شیخ احمد احصایی شیخی عازم عراق می شود، اما پیش از ورود او به عراق سید کاظم رشتی در 1259 هجری قمری برابر با 1843 میلادی درگذشته بود. آشنایی زن سید کاظم رشتی با طاهره موجب علاقه او به طاهره می شود و کتابخانه سید را در اختیار قرةالعین می گذارد. قرةالعین برای مدتی در عراق به تدریس مشغول می شود. روحانیون نامداری نظیر شیخ محمد شبل بغدادی، شیخ صالح کریمی، سید احمد یزدی، شیخ سلطان در محضر درس او حاضر می شدند. گرایش طاهره به شیخیه روحانیون شیعه را به مخالفت با او برمی انگیزد و آنان به حاکم کربلا شکایت می برند. طاهره را به دستور حاکم در منزل مفتی شهر زندانی می کنند و بعد از 3 ماه در اوایل سال 1263 هجری قمری برابر با 1847 میلادی به ایران باز می گرداند. در اولین شهر ایران کرمانشاه به تحریک روحانیون به طاهره و همراهان او حمله کرده و قصد جان آنان را داشتند، اما حاکم کرمانشاه محب علی خان ماکویی آنان را از چنگ مردم درآورده و فوراً از شهر خارج می کند. قرةالعین زمانی وارد قزوین می شود که عموی او با عداوت، کینه و نفرتی که نسبت به شیخیه داشت به تحریک مردم علیه آنها مشغول بود. مؤلف ظهورالحق می نویسد حاج ملا تقی جمعیتی بفرستاد، یک تن دیگر از علمای بابیه ملا عبدالحسین نام را دستگیر کردند و به خانه اش کشیدند. نخست او را مورد بازرسی و بازخواست چندی قرار داد و سپس حکم نمود تا وی را چوب بسیار بر بدن بزدند و رها کردند. و نیز آقا محمد صادق تاجر را مردم بازار احاطه نمودند و کلمات ناسدوده به عقیدتش گفتند و چندان وی را با چوب بزدند که مشرف به هلاک شد. آنگاه او را به دارالحکومه کشیدند و یک پای آن مضروب از حال رفته را با یک پای برادرش که به شفاعت از وی حاضر شده بود در فلکه گذاردند و هر قدر توانستند با چوب زدند. پایان نقل قول. ظلم و تعدی
به جان و مال بابیان در دستور کار روزانه ملا تقی بود و حاکم قزوین هم در برابر او مهر خاموشی بر لب زده و اعمال او را نادیده می گرفت. در رمضان سال 1263 هجری قمری مطابق با 1847 میلادی نانوایی شیرازی معروف به میرزا صالح به قزوین وارد می شود. میرزا صالح شیخی بود و قصد داشت با باب در قلعه ماکو ملاقات کند، اما چون زورگویی های ملا تقی را می بیند تصمیم می گیرد که انتقام خون بیگناهان را از او بگیرد. میرزا صالح در مسجدی که محل وعظ و عبادت برقانی بود او را قبل از نماز صبح با چند ضربه کارد مجروح می کند. پسر ملا تقی مردم شهر را علیه بابیان تحریک می کند. در آن روز به روایت تاریخ ظهورالحق بین 60 تا 70 نفر بابی را دستگیر و اموال آنها را به غارت میبرند. دستگیر شدگان را به نزد ملا تقی میبرند که هنوز زنده بود. او با برگرداندن سر و صورت هیچ کدام از آنها را به عنوان قاتل خود معرفی نمی کند. بابیان دستگیر شده را به جرمی که مرتکب نشده بودند زجر و شکنجه می کند. تلاش قرةالعین برای اثبات بیگناهی خود و بابیان به جایی نمی رسد. حاجی اسدالله فرهادی از پیروان باب با برادرزاده و داماد او به زندان می افتند و اموال آنها به غارت می رود. ملا صالح سرانجام با مردم سخن گفته و می گوید که دست از بیگناهان برداری، قاتل ملا تقی من هستم. در پاسخ این پرسش که چه دشمنی با مجتهد بزرگ داشتی می گوید وقتی وارد شهر شدم دیدم یک روحانی را مردم گرفته سر و پا برهنه کشان کشان میبرند و کوچک و بزرگ بر او اذیتی روا می‌دارند. چون از خطایش پرسیدم گفتند شیخ احصایی، سید رشتی و سید شیرازی را مدح می‌کرده. بعد از آن واقعه شنیدم که سوء ادب را به مقامی رسانده که دو عالم حقیقی ربانی شیخ و سید را در محضر و منبر تحقیر و تکفیر می‌کرد. روزی نزد وی رفتم و علت را پرسیدم و او همین که نام آن دو بزرگوار را شنید برآشفت و لب به دشنام گشود و چون در احادیث است که هر کس شیعیان را لعن کند اهل بیت رسالت را لعن گفته و هر که اهل بیت را لعن کند فرستاده خدا را لعن کرده کافر و واجب القتل است. پس او را کشتند. او را بر بستر ملا تقی میبرند و او هم قاتل را میشناسد. پسر ملا تقی به رغم اقرار میرزا صالح و شناسایی او توسط پدر مضروب خود و به رغم آنکه میرزا صالح نسبتی با بابیان نداشت و شیخی بود با اصرار خواستار اعدام چند بابی و از جمله قرةالعین دخترعمو و همسر سابق خود می شود. حاکم به خواست او تن نمی دهد و او شکایت به شاه می برد. بر اثر اصرار او شاه دستور می دهد تا میرزا صالح و دیگر متهمان را به تهران ببرند. برخی زندانیان با پرداخت رشوه آزاد می شوند. حاج اسدالله فرهادی، ملا طاهر شیرازی
و ملا ابراهیم محلاتی در تهران در منزل محمود خان کلانتر زندانی می شود. میرزا صالح در تهران از زندان می گریزد. به دستور دولت کس دیگری را که همنام او بود در میدان به جلوی توپ می بندند و به زندگی او خاتمه می دهند. با این همه پسر ملا محمد تقی رضایت نمی دهد و برای قصاص خون پدر یک کشته را کافی نمی داند و خواهان قتل همه زندانیان بابی می شود. شاه با این تقاضا موافقت نمی کند. تقاضا می کند که به او اجازه داده شود تا متهمین را با خود به قزوین برده دور قبر پدر خود بگرداند و سپس آنها را آزاد کند. شاه با این تقاضا موافقت، اما به او توصیه می کند که خبر آزادی محبوسین را فوراً به او اطلاع دهد. ملا محمد زندانیان را تحویل می گیرد و در همان روز به دست خویش یکی از زندانیان به نام حاج اسدالله فرهادی را به قتل رسانده و بقیه را از تهران با شکنجه و زجر به قزوین میبرد. در قزوین یک زندانی دیگر به نام شیخ طاهر واعظ شیرازی را بعد از زجر و شکنجه زنده در آتش میسوزاند و دیگری را به نام حاج ملا ابراهیم محلاتی با تیشه نجاری به قتل میرساند. قرةالعین در این زمان در قزوین در خانه پدری تحت الحبس بود و پسر ملا محمد تقی قصد جان او را داشت، اما او با کمک بابیان به تهران فرار می کند. مشهد تبلیغات ملا حسین بشرویه‌ای از پیروان اولیه باب در اغلب شهرهای ایران با استقبال مردم روبرو شد. به گفته ظهورالحق در شهر مشهد بسیاری از علما و بزرگان خراسان چون حشمت الدوله والی خراسان و شیخ الاسلام معروف به چهارباغی به ملاقات ملا حسین می رفتند. سرهنگ توپخانه عبدالعلی خان مراغعی هم به او ایمان و ارادت داشت. روحانیونی که نفوذ ملا حسین را بر نمی تابیدند مردم را علیه او و بابیان شهر برآشفتند. اولین قربانی توطئه شخصی به نام آقا حسن بود. او را در محل کارش در بازار شهر دستگیر کرده و به نزد مجتهد شهر حاج میرزا حسن میبرد. به حکم مجتهد ابتدا وی را کتک میزند، سپس پره بینی او را سوراخ کرده مهار میکنند و دور شهر میگردانند تا مردم با چشم خود مجازات کسی را که از اسلام برگشته ببینند. بابیانی که این همه توهین و تحقیر را نمی توانستند تحمل کنند به جمعیت حمله و بابی مجروح را آزاد می کنند. روحانیون به حشمت الدوله حاکم شهر شکایت می برند و ملا حسین بشرویه‌ای را مقصر معرفی می کنند. حاکم شهر که قصد دستگیری ملا حسین را داشت، از بیم خطر درگیری با بابیان به پیشنهاد فرمانده توپخانه ملا حسین را به اردو دعوت می کند. ملا حسین چون قصد درگیری با دولتیان را نداشت و اطاعت از دولت را واجب می دانست، به اردوی حاکم می رود و بابیان را از مقاومت منع می کند و بدین ترتیب آرامشی نسبی بین مجتهدین و بابیان برقرار می شود. واقعه بدشت.
قریه‌ای در نزدیکی بستام به سال 1848 برابر با 1264 هجری. جنایت هولناکی که در قزوین به دستور ملا محمد پسر ملا تقی برقانی رخ داد و تعقیب و آزار بابی‌ها در تهران و شهرهای مختلف سبب شد که بابیان از همه سو راهی خراسان شوند، به ابتکار میرزا حسین علی بهاءالله که از نخستین پیروان باب بود، در روستای بدشت نزدیک دوراهی تهران به خراسان و مازندران یک گردهمایی تاریخی تشکیل می شود. در اجتماع بدشت بابیان دو طرح را مورد بحث قرار می دهند: حرکت جمعی به سوی آذربایجان و نجات سید باب از زندان و اعلان پایان دوران شریعت اسلامی. در بدشت برای اولین بار در تاریخ ایران پس از اسلام زنی قرةالعین بدون حجاب در اجتماع مردان حاضر شده و برای زن و مرد بدون پرده سخنرانی می کند. نوآوری قرةالعین چنان از سنت‌های جامعه دور بود که برخی بابی‌ها نیز زبان به اعتراض باز می کنند. در پایان بحث و جدلی که بین قرةالعین و ملا محمد علی بارفروشی قدوس در میگیرد، ملا محمد علی و اکثر بابیان نظریات طاهره را میپذیرند. بابیان بدشت نسخ شریعت اسلامی و ظهور دین نو را رسما اعلام میکنند، اما طرح اول حرکت به سوی آذربایجان تحقق نمی‌یابد، چرا که روحانیونی که از واقعه بدشت آگاهی یافته بودند مردم را علیه بابیان تحریک می‌کنند و مردم متعصب به بابیان حمله می‌کنند و اموال آنها را به غارت می‌برند، جمعی را به سختی کتک می‌زنند و دیگران برای نجات جان خود متفرق و پراکنده می‌شوند. شورش خراسان در سال آخر سلطنت محمدشاه قاجار 1264 هجری قمری مطابق با 1848 میلادی. ملا حسین در زندان حشمت الدوله حاکم خراسان بود که در خراسان شورشی به پا می شود. ناسخ التواریخ می نویسد شاهزاده بفرمود تا او یعنی ملا حسین را در خیمه باز داشتند و چند تن قراول بگماشتند تا با کس طریق مخالطه و مراوده نسپارد. این ببود تا آنگاه که مردم مشهد برشوریدند. پس از لشکرگاه رها شده راه مشهد برگرفت. در 19 شعبان 1264 هجری مطابق با 21 جولای 1848 میلادی. پایان نقل قول. فرمانده توپخانه قوای دولتی سرهنگ عبدالعلی خان مراغعی که از پیروان باب بود ترتیب آزادی ملا حسین را می دهد و هنگام خداحافظی اسبی اصیل و شمشیری آبدار به وی هدیه می کند. از مشهد 202 نفر از بابیان همراه ملا حسین به قصد زیارت کربلا حرکت می کند. ملا حسین در راه بارفروش داخل پرانتز بابل پرانتز بسته بود که محمدشاه فوت می کند. رشد سریع جنبش بابی را می توان در نارضایتی های گسترده مردم از استبداد دینی و سیاسی
بی‌اعتبار شدن دولت قاجار و روحانیت شیعه و فقر و نارضایتی‌های گسترده مردمی جستجو کرد که برای نجات خود به اندیشه‌های نو نیاز داشتند. برخورد به نسبت ملایم حاکمان قاجار با بابی‌ها و سیاست صدر اعظم وقت حاج میرزا آقاسی که قدرت و نفوذ روحانیت شیعه را محدود کرده بود نیز در این زمینه نقش داشت. خانه نشین کردن روحانی بزرگ آن دوران محمد باقر شفتی در اصفهان و ممانعت حاج میرزا آقاسی از اعدام باب نمونه‌هایی از سیاست صدر اعظم محمد شاه را نشان می‌دهد. به گفته هما ناطق، باب مریدان نخستین خود را نه میان جهال بلکه در طبقات بالای کشور یافت. از میان شاهزادگان ملک قاسم میرزا، کامران میرزا و فرهاد میرزا معتمدالدوله روی خوش نموده. پایان نقل قول. از گروه تجار میرزا جانی کاشانی را از کاشان، برادران نهری از اصفهان و میرزا مجید نیشابوری را از خراسان از بین روحانیون شخصیت‌های صاحب نام و نشانی مثل حجت زنجانی، وحید دارابی به او ایمان آوردند و جان خود را نیز از دست دادند.